سلام و درود دوستان عزیز ما، خصوصا مردمی دوستدار کشاورز و اینچنین مخلصای بابای عبدالغفار. من امروز خدا خواهد روزی چیدن تربوز آمده است. امروز بابای عبدالغفار کم کم تربوزشان کنده و همین تگی و گفتی خودشان تگی صده میفروشند، همین در حدود خودمون میفروشند، چون نمیبرن به سمت پلاتینا، چون میخوان طعم و مزه که طول این چند ماهی که بود تعریف کردن که واقعا برای شما نشان دهند که واقعا این تربوز شیرین است و تربوز همون سورت گیگان که از برندهای اکاسید است که حاصلناکیش خیلی خوب است، تاب‌آور است. و خصوصا انا در چند روز پیش بود که مهمانا از جمهوری ازبکستان آمده همین تخمیشان که برای بابای عبدالغفار پیشنهاد کردن که ببینن واقعا رزولتاتی همین تخمی این که در این حدودهای ما چگونه است و همون خاطر برآمده دیدن بهای اعلا دادن. واقعا هم از حساب مزه هم از حساب برداشتی همین گویم گرما و اینچنین از دیگر نمود بیماری هایی که به همین چی میرسد، همین تربوز ها میرسد، تا باور بودنش به گفتن و اینچنین تخمیش رو تعریف کردن و ما هم دیده ایستادیم. واقعا باعثی تعریف است. کسانی که در سالهای آینده میخواهید از همین تخمی استفاده کنید در پلکاتون، یعنی که حاصلی خوب به دست بیارید و اینجور تربوز اعلی صفت رو به دست بیارید، میتونید به بابای عبدالغفار مراجعت کنید برای سال آینده که رقم‌های تلفنشون بعضیاتون میپرسید که چند است. 92 755 34 60 است. هم واتساپ دارن هم تلفن دستی، میتونه زنگ زنید برای سال آینده، چون این سال هم خیلی زیاد دانه ها رو فروختن و ما میخوایم امروز یک کمی برای شما نشان دهیم که چگونه حاصل دارد. بعضی در ویدیوهای گذشته گپای هر خیل زدن، یک خیلشون گفتن که در 4 متر به یک تربوز است، چون این کامره من همه این تربوزا رو از برگ ها جدا نمیکند، چون در رفتی کار ما میبینیم که در همین چند قدم ها چند تا تربوز میچینم بابای عبدالغفار و اینجا ما میکشیم، بعضش نشان میتیم برای شما داخلش چگونه است. بسم الله الرحمن الرحیم گفته دعا میکنیم که پروردگار در کسب کاری تمام دهقانای کشور عزیز ما برکات عطا کند، به مانند همین زمین بابای عبدالغفار همین خیلی سرحاصل و پرطاقت شود. اصلا بابای عبدالغفار میخواستن که این تربوزشان تا 20 کیلو شد، اما چند روز پیش بود که یک گرمای شدید آمد و تربوز یک باره پزاند، اما خاطر امروز تربوز میکنن. خیلی پروردگار کسب کارشون برکت. بسم الله گفته یک سر میکنن بابای عبدالغفار، سخن به این کس میدهم و بعدا در کندن تربوز کدام وقت کندن در کار تربوز تا اینکه یک صفت خوبی خود را نگاه دارد تا سر دسترخوان خریدار. این چیزا را برای ما میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای عبدالغفار، کسب کار شما خداوند برکت. السلام علیکم بابای محمد جان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خواهد ان شاء الله نه همان روز رسید که ما تربوز خدا خواهد میکنیم، تربوز گیگانت، انا گیگانت برند گیگانت اکوسید گرند سامی لوچی بود. من تعریف نمیکنم، دیدید خودتون ویدیو چه باید دادن. بابای محمد جان گوش کنید، بیا همینجا تربوزا من شما گفتگی بدم مانند بحر میشد، از بحر تربوزا میبرم. مرحمت نشون تید بینند مردم همه چیز واقع حقیقت است یا دروغ است. ببینید بسم الله گفته شما کنید. من نشون میدم تربوزای من برای مثال من تعریف نمیکنم. آفتابی سخت شد، گرمی سخت شد، پلک من زنده است. من دیستا دیدن تربوز نه من خواهید نه همینجا نیوکنید نه بابای محمد جان نیوکنید. من تعریف نمیکنم، من فقط خدا دارم، خدا باور میکنم
بندش خطینه اون بنده گپ منزنه بریم سال ما بریم گوش کنم 1 2 3 4 تربوز همینجا شما گوید من کدومشو میکشم لوبوش فرقش نیست اگر همین تربوزی من شیرینیش در تمام تربوزا شیرین نباشه من دهقانی بس میکنم کارد بیاره تربوز گیگانت است این تربوز یه چیز نگفته نماند این پرود تربوز گیگانت اما بعضی ها میگن که در فلان جا گیگانت در اونجا است این مقصد ما اینه که تربوزی حجمش خیلی بزرگ این همین ذاتش گیگانت است تربوزش خیلی کلان کلان هم هستن به همون خاطر دیگر نمودها هم هستن اینجا این خیلی ایده گپ این خیلی برای مثال ما میبخشید همین کار داده است میونه چون که من دهقان عادت کردم کار داده است بخشش اگر گم وای شدگی باشه تربوز ما نامش گیگانت است من تربوز F1 منچستر تربوز نیست تربوز من F1 هم از غلیب میبود منچستر هم غلیب میبود از حساب چی میدونه از حساب کلونی نه تربوز من برای مثال من تربوز من خودش نشان نداد این سال چرا هوا دیره 50 گرادوس شد هوا همین زمین 50 گرادوس ما در زمین سالم 50 گرادوس ساعت 2 ابد با تربوز پوخ من همین چیزی خودم تجربه کرده دیدم تربوز پوخ تربوز کلونش 20 کیلو های تربوز من نشان نمیدم شما نه تربوز کنده اون کلونش کنده بیاره من تعریف نمیکنم چیز من با نگه بکنم من دای کلونش در زمین تربوز راست برای بچه هم اومدن حرمتی بیو و کم من تربوز من با بحث میکرگه آدمو باشد بیاد پیش من کنده نشون میدیم کارد بیاری 20 کیلو تربوز من تعریف نمیکنم تربوز من تربوز باید تربوز من همش هم خیلی میشود ایسا که گرمی سخت شد تربوز خودش باید ریس که پلک از سنوف شد من پلک نوکش سوختگی هست من حال نشان دیم شما پلک هم خیلی نوکش سوختگی هست پلک وقتی پلک نوکش سوخت و تمام وقت پلک نوکش سوخت و باش نرباته گفته رسای کنه پلک هم خیلی نولش میسوزه اگر دهخونه زور باشه هم پلک نولش میسوزه هم خیلی میسوزه انا برگ هم سوختگی هست دیسوده تربوز دیده نمی تربوز دیگه هم خیلی میستو کلان نمیشه این تربوز این تربوز هم خیلی شد من سراغ زدنیه کردم بعد 3 روز یه تربوز پخت این تربوز خواهی بابا عبدالغفور این تربوز اصلا باید چی وقتی کنن که بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر تربوز ماشاءالله ماشاءالله برادر 20 کیلو تربوز نغلطید احتیاط کنید 20 کیلو من پروست بر نمیکشم تربوز هیچ چیز هوایی کی نیست یگون خیل انا برگشت انا شما من باید مهجان تو مشو کن این طرف من یو کن این تربوز ها کدامشو گیرم گوید فرق نیست من معدش کشید کدام همین چون بیکار اسراف نشه خداوند اسراف کار رو دوست نمیداره نه ویشه ویشه کشید هیچ گم ندارد من مثلی شیرینی یکم جا میگیرد اگر با آدمه بحث میکردی باشم وقتی مرحمت بیام برگید 80 از ظرفشون ده تربوز ما درنش خونه مونند خونه گوای کو هم خیلی خونه آدم باری نه تربوز من میزنم تربوز تماشا کنید درنش سیب سرخه شیرینیش سوپره سوپر کسی تربوز خورد میخواد تربوز خوردگی نیست سوپر تربوز نه تربوز سوپر تربوز این تربوز سوپر من جوابش میدم همین جای گبزنی وقت مولد ساعت اشومه این ماه اپریل نیست ماه مارس ماه ایول این تربوز سوپر تربوز اینه این خیلی دونش کم من خودم با اون نمیتیم با اگر آدمایی که وای نمیشد تیکی سده بیام خواب اینجا بیام همین جمع بهوت جمع مال آواز غلطت شد خودت خورو بهوت یعنی تربوز دین راست که هم مهمونا بها دادن بهای اولی دادن گفتن که 100 گوم این از 100 هم گذاشتن چون بعضیاتون گفتید که مثلا شما ازبکار تعریف کرد این کرد خلاصه ها تخم علاصفت پیشنهاد کرد آمده
حاصلش دید که چگونه است، یعنی که در اکسپریمنت تاجیکستان آیا میگذرد نمیگذرد گفته همون چیز با اومدن. اما این یک ویا هست که البته خدمت های بابای عبدالغفار بود که الله همه خیلی برکتشان داد که تربیتشان خیلی الله قدرت الله این فقط ما خوب نشان داد و کارهای بابای عبدالغفار هم همین باعث آن شد که همون مردمی گویم ازبکستان برآمده واقعا دیده گفت که نظم در تربیت بهترین در تربیت گفته این که تربیت من نورت کنم شما بودی واقعا تربیتشون هم مزید دیروزنگی شیرین تربیت هم همه قمیشن منم برادرها گوش کنید من تعریف نمیکنم گفتی ازبکایی که مخته میمن من فقط تک سده بیت با هاتت کدوم شگرد من میکشم مردم خالص بود یاد وای نه تربیت گیگان چه شیرینه من نمیگم در کلون 8 تربیت من کلونو تربیت من منچستر نیست یا افیک نیست تربیت من گیگانت اینه گیگانت شده یک چی گوما من اول کار دیگه گفتی بودم 20 کیلو تربوز گفتی بودم گپ هم استادی هم تروزی با اگر اودمه که بسیار وای کنم مرامتی که بیام برکشین من نشون بده ما تروزم نیست از برکش میره چیز هوایی که نیستین دویم چیز دویم همین که برادرو من 30 تن تربوز گفتی بودم هم خیلی بود یا نه بوی مهاجم در شاهدی همین تمام مخلصه های این افتا اومد آفت اومد ما همین زمین با 20 تن تربوز خدا خواهد گرفتیگه موجه من موجه میدونم خدا موجه 23 ساعت زمینه یا ساعتش گفت قریب 1 تن تربوز بود دیگه با اگر باور نکنید ما بار میکنه بر میکشیم همیشه یک من تربوز بر میکشم 20 تن تربوز خدا خواهد زمین با همش تیگی سیده میفراد مرحمت آدمای تربوز میخوردگی باشن مخلصه تربوز خور باشن باید بهاته خورد خودتون بهاته سرخیش شیرینیش خلاصه گپ تربوز میکنیم بسم الله گفته به یک چیز دیگه نگفته نمونه مخلصه بابا عبدالغفار تماشا کنن یا خیلی نگاتیو چیکا التماس تماشا نکنید من یک چی میگم بابا مهاجم یک چی نگاتیو چیکا میتونید تماشا نکنید التماس برادرها من یگون کس کار هم نیست من دهقانم فهمیدید من یک دهقان مهنت نکنم برای مثال من اولادم همش مهنت کش بود دهقان بود من همون کارم اونو رو دوم دو ساده دیسودید اکولا یس اکولا все بیا بچه‌ها بسم الله الرحمن الرحیم خدا خواهد ما سر کردیم تربوز کنیم میبینید برادرها خداوند خدا خواهد انشالله برکش دادیگه خدا قدرت دادیگه که برای مثال میبینید شما در زمین چقدر تربوز قدرت خداوند میبینید چقدر تربوز در زمین وای محمد جان اگر یک دو میکردید ما کار سر میکردیم پروردگار در کسب کاراتون برکتیت خداوند عاقبت کار همه را به خیر گرداند کل دهقانای تویزون عزیز ما را و کل تمام دهقانای دنیا رو خداوند برکات عطا کند مثل که در همین زمین بوی عبدالغفار برکاتش نازل کرده است همین گونه تربوزای بزرگ حجم شیرین داده است خداوند برای همه خیلیت هیچ کس ناامید نگرداند الی همیشه دسترخوان تمام مردم تویسون عزیز ما از همین گونه نوش نعمت ها سیراب باشد الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم یکمین تربوز میکنم من بوی مهاجم بسم الله طرزی تربوز کنی برادرها تربوز ما با کارد میکنه با دمچش برگشت برادرها یاد گیره برای چی به دمچش میکنه برای مثال تربوز همین دمچش که باشد اگر این با 2 روز 3 روز میستاد این نم دارد تربوز آب میگیرد حالتش گم نمیکنه تربوز نه یکمین تربوز من کندگی نه بسم الله بعضی برادرای ما با این گفتن که در زمین در 4 متر یک تربوز است نویستم اینجا پیش همه آدما برای مثال تربوز این خیل تربوز باید آدم فقط بامداد میکنه سحری در عبد تربوز نمیکنه چون که هوا گرم میشه تربوز حال چگون میکنه نه بسم الله الرحمن الرحیم اند تربوز باور میگیره شما به انجام همین تربوز دیگه چیه حال نکنه بسم الله
رحمان رحیم ما چه میکنیم تربوز اینو نه اینه بسم الله الرحمن الرحیم نه تربوز یا بسم الله بهترین من دیسو دیدن چکل تربوز هست من گفتم مونان دیوار بحری که ادرنش اکولو میبرون دیده ده همه چیز نشون دید بعضی مردم مسخره هم کرد بین یا برونه همه چیز شما نشون دیده برونه نه دیسو دیدن نه بسم الله الرحمن الرحیم یکون خیلی فرید نیستن بونو ده موندیگن تربوزان هم میکنم انا کردن انا کور بسم الله انا نکنم من چند تربوز میکنم او آدمی گفت نویستی که در 4 متری یک تربوز بی ندانه تربوز چند تا اکو بوا نفرمون دیگه برای نگاتیو چیکو ویدیو نمیکنیم خلاصه هر چی میگوید بگذار گفتن گر اگر کامنتری بزن نویسن او دلیل چون میکنیم دیگراش میمونه میسن هیچ گم دارن این چیزا رو دیگه اعتبار نته نامشون هم نگیرد که پاپولار نمیشن و بوی مرجان گوش کنید اگر شما اجازه تی یا بسم الله همین تربوز مایدی کشم نگو تربوز کلون کش نه من بینه بسم الله من برادر تربوز من این مایدش هم رنگ کلونش پختگی بوده است من تربوز مایدش همین 7 کیلو تربوز نه یا خیلی همه تربوز لذتش جگر نگیره خوره و؟ نه من گیره و؟ تو من خلاصه کلان و خوردش همش یک خیل پختگی است ایسا به همین گرمی ناگهانی گوین تربوزشون یک بار همش پخت به همون خاطر تربوز میکنن چون اگر اینو نکنن ویران میشن همین تربوز ها همش پختی هم دیسته دیدن تربوز های این از یک همین پاره خیلی تربوز گرفته گستم با فرمانه نیاز کندگی نیستیم همین درو نگم اگر همین 40 متر کندگی هم ده 40 متر میبره تا پایینه تربوز های نشون دیدن گوش کنه ده همش میکشن بین اندون اشکال یک نه نکشه بابا الغفور خلاصه من نموندم بو عبدالغفار کشتن چون بو عبدالغفار یک خصلت داره من داریم تعریفش میکنم که عجیب دیخون اگر یک تا فروشن اگر 10 تاش میکشن برای مردم که خورد گفته بعضی برادرم میگم که نه من تربوز من دیخون باید هم خیلی باشد نه هم خیلی تربوز خورد من مردم مهاجر دلش غم مای نکنه من تربوز بهترین دیگه اینا همش من دمچاش کتی نکندگی نه برگشت کتی بونه برای می آدمای و تربوز خور تربوز دهیم همین چیزا یک دست بالا در تربوز ازبکستان من گرند 100 باید در تاجیکستان تربوز در ازبکستان زور میشه برادر هم مهنت کنید خلاصه رقم تلفن بار دیگر میگویم میتونید چرس کارت هم پریواد کنید و تربوز خریداری کنید در خونه‌تون دستفکه هم شاید کنن 92 755 34 60 دوستان و همین خلاصه متخصص دیروز آمده گفتن که کفیشی تربوز کم است نسبت دیگر نمود تربوز ها و اینچنین از تورتنک ام کردگی همون دانو گیم ام کردگی است در چی گیم برای همون امی تورتنک کردگی است در همون دانو ها این ویدیو را به یار دوستا فرستید و پدیلی چکنید تا اینکه دیگران نیست خبردارشان رو ببینن دوستو باقی سربلند و خانه آباد باشه.